به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. اینجا استودیوی مرکزی است و من شعله گل خوجت در خدمت شما از آن قرار دارم. امروز 11 دکبر این موضوع را خواهیم داشت. بعد 2 سال محاکمه حکم یک شهروند تاجیکستان و 10 کسی دیگری گمانبر در ترکیش متروی سنت پتربورگ اعلان شد. زنان و کودکان را همچون سپر استفاده کردند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان درباره حمله به دیدبانگاه اشقاباد گفت. بی‌شبهه ما تمام تلاش را کردیم که کودکان را نجات دهیم، اما در میان مردم کشته شده شماری از کودکان و زنان بودند. آنها به ما انتخاب دیگر نگذاشتند. باید به شرایط تاجیکستان مطابق شوند. مقامات تاجیکستان نورسان تاجیک را از مدرسه های بنگلادش برگرداندند. دادگاه سنت پتربورگ یک شهروند تاجیکستان را در ترکیش مرگبار متروی این شهر گناهکار دانست. به همین ترتیب صادق اورتیقا و باز 10 نفر از زادگان آسیای مرکزی به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. یکی از متهمان حکم ابد گرفت. ترکیش متروی سنت پتربورگ در بهار سال 2017 یکی از مدهشترین حادثه های 2 سال اخیر بود. حکم در حال اعلان گردید که گمانبران تا به آخر به دست نداشتند در تحریزی حمله پایفشاری نمودند. کایو مرسیاتو موضوع را ادامه می‌دهد. صادق اورتیقوف شهروند تاجیکستان با گناه همکاری با طراحان حمله به متروی شهر سنت پتربورگ 22 سال از آزادی محروم شد. اورتیقوف هنگام مرافعه‌های دادگاهی این عیب را رد کرده است. این شهروند تاجیکستان سال 2015 بعد اخراج شدن از روسیه نام واقعیش کیمسنبه قادیروف را عوض کرده دوباره به آنجا رفته بود. او را بهار سال 2017 دستگیر کردند. دادگاه سنت پتربورگ شهروند قرقیزستان ابرار عظیموف را به حیث طراح اساسی حمله به حبس ابد محکوم کرد. برادر او اکرم عظیموف 28 سال از آزادی محروم شد. قبلا دادستان برای ابرار عظیموف و اکرم عظیموف حبس ابد طلب کرده بود. در عین حال هیچ یکی از محکوم شده ها خود را در ترکیش متروی سنت پتربورگ گناهکار نشمردند. به کمیش 3 نفر آنها از شکنجه شدن با مقصد اقرار گناه شکایت کردند. برادران اکرم و ابرار عظیموف ها گفته بودند که تا بازداشت رسمی در زندان مخفی خدمات فدرالی امنیت روسیه یا FSB شکنجه شدند. بهرام ارگشوف یکی از گمانبر شدگان ترکیش در متروی پتربورگ ماه ایول امسال در دادگاه گفته بود که مواد ترکنده را کارمندان پلیس به کلبارش انداختند. پلیس این را رد میکند. ترکیش در متروی شهر سنت پتربورگ روز 3 اپریل سال 2017 در یکی از واگن‌ها به وقوع پیوست. در نتیجه آن 16 نفر کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. بنا به خلاصه تفتیشات، ترکیش را تروریست مرگ طلب شهروند 22 ساله قرقیزتبار روسیه اکبرجان جلیلوف انجام داده است. جلیلوف در جای حادثه هلاک شد. مفتشان انگیزه ترکیش را برخورد منفی اعضای گروه‌های تروریستی به سیاست روسیه در سوریه معنی داد کردند. معلوم نیست دادرس ادعای شکنجه شدن و بازداشت‌های صحنه‌سازی شده متهمان را به انابت گرفته است یا نه. سالهای اخیر ده‌ها زاده آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان با جرم همکاری با گروه‌های تروریستی در روسیه دستگیر و زندانی شدند. حامیان حقوق بعضاً به درستی عیبنامه‌های مقامات تفتیشاتی روسیه با شبهه می‌نگرند و می‌گویند گاه هم مفتشان به خاطر به دست آوردن نتیجه بعضی افراد را مجبور می‌کنند که گناه ناکرده را به دوش گیرند، چیزی که مقامات روسیه به اساس می‌دانند. رو می‌رویم به موضوعهای دیگر. روز سه‌شنبه در شهر بروسل تاجیکستان و اتحادیه اروپا همکاری‌های خود را بررسی کردند. هیئت تاجیکستان را وزیر کارهای خارجه سروجدین موهریدین و هیئت اتحادیه اروپا را گوردن ردمن سروری نمودند. سروجدین موهریدین به اهمیت کمک‌های اتحادیه اروپا و همچنین ادامه مکالمه با این سازمان حمایت کرد. ضمن نشست خبری وزیر کارهای خارجه تاجیکستان حمله ماه گذشته به پستگاه مرزی اشقاباد را توضیح داد. 6 نوامبر سال 2019 گروه مسلح عبارت از 20 نفر به پاسگاه اشقاباد قسم حربی سلطان آباد حمله کرد. آنها 5 اتومات کلاشنیکوف را غصب نمودند. در نتیجه عملیات نیروهای ویژه این گروه به ضرر گردانیده شد. 5 نفر بازداشت گردید. آنها در حبسند. ساختارهای حفظ قانون هم خسارات جانی دیدند. متاسفانه تروریستان کودکان و زنان را برای انجام این حمله استفاده کردند. بی‌شبهه ما تمام تلاش را کردیم که کودکان را نجات دهیم،
اما در میان مردم کشته شده شماری از کودکان و زنان بودند. آنها به ما انتخاب دیگر نگذاشتند. در ادامه نشست خبری سیروژدین مهریدین با مسئله مربوط به دادن اجازتنامه کار به خبرنگاران رادیوی آزادی داخل نمود. طور میداند سال روان ما 2 دفعه با رئیس رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی جناب فلای دیدار و گفتگو داشتیم. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اکریدیتاسیای 7 روزنامه‌نگار و کارمند فنی بخش تاجیکی رادیوی آزادی را تمدید کرد. چرا تمدید وقت میگیرد؟ زیرا هر کشور قانونهای خود را دارد. واسطه های اخبار عموم در حیات ما اهمیتی بزرگ دارد، ولی از آن مهمتر مسئله های امنیتی می باشند. میدانید که ما در روبروی افغانستان قرار داریم که چالش های معینه به بار می آورد. شما میدانید که در مدت کوتاه صاحب استقلالی ما جنگ شهروندی را هم پشت سر کردیم. عامل های دیگری نیز هستند که به نظم و ثبات کشور تاثیر میگذارند. از این رو رسانه ها و روزنامه‌نگاران باید در چهارچوب قانون های ملی عمل کنند. از اینجاست که ما در مورد کاری بعضی از روزنامه‌نگاران سوال‌ها داریم، ولی ما این مسئله ها را با نمایندگان رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی بحث کردیم و همکاری ما مثبت است. ما بهترین تلاش خود را برای تمدید همکاری ها با این رادیو خواهیم کرد. رادیو آزادی یکی از منبع‌های کمشمور خبرهای مستقل در تاجیکستان است. فعلا 9 خبرنگار و چند کارمند فنی رادیو در دوشنبه از حق کار محرومند، چون بر اساس قانون‌های تاجیکستان آنها نمی‌توانند بدون اجازتنامه وزارت کارهای خارجه خبر و گزارش تهیه کنند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. یکی از رهبران مخالفین سیاسی ازبکستان، شاعر و نویسنده محمد صالح این روزها در پراگ قرار دارد. و از اولین سیاستمداری است که در زمان شوروی به استقلالیت ازبکستان آشکار و دعوت میکرد. به شخصیت این سیاستمدار تا حال در ازبکستان توجه زیاد دارند، زیرا کشور به انتخابات آینده آمادگی میگیرد. محمد صالح سال 2004 ازبکستان را ترک کرد و حالا در خارج به سر میبرد. ماه فوریه سال جاری روشنفکران ازبکستان در یک نامه از میرزیویف درخواست کردند که او را به وطن برگرداند. همکارم سیروژدین اسلام با محمد صالح صحبت کرد و نخست از او پرسید که آیا خود او باری هم موضوع برگشتنش را به ازبکستان با نمایندگان دولتی مطرح کرده است یا نه؟ البته من ملاقات انجام ندادم، ولی به طور رسمی نامه نوشتم. نامه یکم برای سپاسگزاری از آزادشوی برادرم بود و در نامه دوم خواهشی برگشتن به ازبکستان کرده بودم. از دولت ازبکستان تقاضا کردم که مرا به طور رسمی سفید کنند. این نامه را شخصا به پرزیدنت میرزیویف ارسال کردم، ولی هیچ گونه جوابی نیامد. شوکت میرزیویف هر حال باشقه سیاست چه؟ شوکت میرزیویف سیاستمدار است که با حریف دائمی شما اسلام کریموف کلا فرق میکند. فکر میکنید چرا از برگشتن شما به ازبکستان ممانعت میکنند؟ من نیز فکر میکردم که شوکت میرزیویف سیاستمدار است که با کریموف کلا فرق میکند. فکر میکردم که او شخصی دیگر است و عقیده دیگری دارد، ولی دیدم که سیاست او نسبت به من با سیاست کریموف تفاوتی ندارد. من این را پس از 3 سال میگویم، چون من طول این مدت از این مرد توقع داشتم که اصلاحات داخلی را به انجام میرساند. من به حیث رهبر مخالفین و پیروانم در حرکت 3 سال گذشته را با انتظاری سپری کردیم. متاسفانه هیچ گونه تغییرات سیاسی رخ نداد. فکر میکنید که هیچ اصلاحاتی انجام نشد؟ اصلاحات سیاسی نبود. من این را با اطمینان میگویم. آره، در زمینه اقتصادی برخی از تحولات رخ داد. اقدام‌های به سوی آزادیگرایی دیده میشد، ولی از نگاه سیاسی هیچ تغییراتی انجام نشد. اگر تغییرات میشد، امروز فقط همان 4 حزبی که در دوران کریموف تأسیس شده بودند در انتخابات قریب الوقوع شرکت نمی‌کردند.
اما فقط همین 4 حزب بدون هیچ تغییری در انتخابات شرکت می‌ورزند. یعنی در فضای سیاسی حزبی تازه هنوز پدیدار نشده است. ولی سیاست خارجی کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟ اگر به مناسبات ازبکستان با تاجیکستان بنگریم میبینیم که شوکت میرزیویف پیریه ها را آب کرد. مناسبات دو جانبه الان خیلی عالی است. Biz bunu bize xursandlik bilan qabul qildik, xususan Tojikiston bilan bo'lgan munosabatlarda. ما این را با خوشنودی پذیرفتیم، خصوصا در مناسباتی که با تاجیکستان داشتیم بدون شک بنبست را از بین برد. من این کار خوبی میرزیویف را آشکارا اعتراف و دستگیری کردم. در حقیقت آن سد آهنینی که در مرز این دو کشور و کشورهای دیگری همسایه مثل قرقیزستان و قزاقستان در زمان کریموف وجود داشت امروز از بین رفت. من از این رویداد خیلی خوشحال شدم و پشتیبانی کردم. Xususan qo'shnilar bilan bo'lgan siyosatda o'zgarishlar bor. صحبت پوره سیروژین اسلام با محمد صالح رو میتوانید در آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. من برنامه را ادامه میدیم و برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات تاجیکستان 9 کودک توجیک رو که در مدرسه های اسلامی کشور بنگلادش تحصیل میکردند به وطن آوردند. مسئولین میگویند این کودکان دوره برقرارسازی و مطابق شدن به معیارهای تحصیل در مکتب‌های تاجیکستان را در مکتب اینترنت ویژه پشت سر خواهند کرد. اما برخی والدین این نورسان در مکتب‌های مخصوص نگاه داشتن فرزندانشان را کاری نادرست میدونند. مولا رجب یوسفی از پای همین موضوع بود. والدان اس ام، یک نوریه 13 ساله ساکن ناحیه رودکی میگویند پسرشان را سال 2015 بعد بسته شدن یک مدرسه دینی دنیوی در شهر وحدت نخست به شهر الماتوی قزاقستان و از آنجا به بنگلادش فرستادند. محمد ظریف سیدوف پدر اس ام یکی از اعضای پیشین حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بوده است و به گفته خودش حالا در اروپا پناهنده است. محمد ظریف سیدوف در صحبت با رادیوی آزادی افزود میخواست پسرش در بنگلادش قاری قرآن شود. نگرانی ما اصلا این نیست که در اون مکتب میخواند یا هر جای میخواند. نگرانی ما از این است که چرا مخفی کودک باید باشه. مقامات میگویند جای نگرانی نیست و نورسان از بنگلادش آورده را بعد گذشتن دوره مطابق شوی یا ریابیلیتاسیا به خانه جواب میدهند. ما در دوره همون ریابیلیتاسیا قرار دارم کودکو همین پروسس گذارم چه سالش موافق معین شود، یعنی صنفش وابسته به سن سال صنفش معین شود، برنامه تعلیمی کدام صنف باید آموزش معین شود. همین پروسس که انجام یافت ما اینا رو بعد با اولادشون برمیگردونیم. مقامات شماره نورسانی از مدرسه های بنگلادش به تاجیکستان آورده را رسما اعلان نمیکنند، اما یک منبع معتمد رادیوی آزادی گفت از بنگلادش نزدیک 10 نورس تاجیک به کشور برگردانده شدند. با این وضع معلوم نیست که این نورسان چگونه خود را به بنگلادش رساندند. طبق اطلاع تصدیق نشده نزدیکان این نورسان آنها را طریق کشور دوم یعنی از قرقیزستان، قزاقستان و از ترکیه راهی بنگلادش کردند. حکومت تاجیکستان هنوز از 9 سال پیش صدها شهروند را از مدرسه های کشورهای اسلامی به وطن بازگرداندند. حکومت تاجیکستان از این نگران است که رو به مذهب آوردن نسل نو و تحصیل آنها در دولت‌های اسلامی به نظام دنیوی در کشور لطمه وارد می‌کند و باعث به برخورد جریان‌های مذهبی در کشور می‌شود. اما بعضی منتقدان میگویند تحصیل در مدرسه‌های کشورهای اسلامی از ناچاری است، زیرا در داخل تاجیکستان امکان گرفتن تحصیل دینی تقریباً وجود ندارد. و یک خبر دیگر نیز هست. وکیلان پارلمان تاجیکستان روز 11 دکبر طرح قانونی را قبول کردند که 20,000 خارجی و یا افراد بیشهروند را که در حدود کشور به طور غیر قانونی بود و باش دارند از جوابگری آزاد می‌کند. وکیلان گفتند بعد از نشر قانون در مطبوعات دولتی خارجی ها و افراد بیشهروند در تاجیکستان می توانند گواهنامه اقامت خود را بگیرند. بینندگان عزیز، با همین فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان رسید. خبرهای بیشتر از این را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org می توانید مطالعه کنید. گزارش‌های روز و جالب را در کانال آزادی ویدیو یوتیوب ببینید. یادتون از آن نرود که فردا شما را در نوید بامدادی منتظر خواهیم بود. تا آن دم خدا نگهداری هر یک شما باشد. Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.